هشدار محی‌الدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان از نقشه فتنه مقامات در زندان‌های تاجیکستان. مدیر تلویزیونی آریان نوری پنجکند با شکایتی بوزی اوانگارد متهم به اوباشی شد. دارایی‌های جنی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان به نفع دولت مصادره شدند. در روسیه نخستین پرونده جنایی در مورد ترک خودسرانه باشگاه سفربری به جنگ علیه اوکراین باز شد. بازداشت یک وکیل محلی با اتهام قانونی‌گردانی قید بود و باش 100,000 مهاجر در سنت پترزبورگ. محی‌الدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در گفتگوی مستقیم با مردم که شام دیروز 27 اکتبر برگزار شد از نقشه مقامات درباره ایجاد یک فتنه دیگر در یکی از زندان‌های تاجیکستان خبر داد. او تاکید کرد مقامات می‌خواهند در یکی از زندان‌ها یک آشوبی ساخته برپا کنند و در این کار چند هدف را دنبال می‌کنند. رهبر مخالفین تاجیک گفت طبق اطلاعی که 2 روز قبل به پیمان ملی رسیده و از چند منبع دیگر نیز تایید شده است، مقامات کشور قصد دارند یک اسیانی ساخته شده در زندان برپا کنند و با این کار 3 هدف را دنبال می‌کنند. می‌خواهند فضای کشور را امنیتی تر کنند، اتهام نو به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بندند و با تأسیس اسیان ساخته مقامات تاجیکستان می‌خواهند چند مخالف معروف و تاثیرگذار زندانی دیگر را همان گونه که قبلا در زندان وحدت کشتند نابود سازند. رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت در این فتنه ها بیشتر نفری به همه معلوم یعنی امامعلی رحمان و خانواده اش منفعت دارند تا همیشه مردم را در ترس و هراس نگاه دارند. وی تاکید کرد همه گونه فتنه ها در تاجیکستان اثنای سفر امامعلی رحمان در خارج اتفاق می افتد که حالا او در خارج است و ممکن است این حادثه همین شب و روزها روی دهد. شکل پره‌ای نواری گفتگوی رهبری پیمان ملی با مردم را که مسئله ایجاد یک آشوب ساخته مقامات در آن بحث شد می توانید از پایگاه پیام پیدا کرده ببینید. مدیر تلویزیونی مستقلی آریان نور در شهر پنجکند سینا نیازوف را بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشین گروه اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان پنجکند بازداشت کرده‌اند. سینا نیازوف به اوباشی متهم می شود. طبق قانون کیفری تاجیکستان به مدیر تلویزیون مستقلی آریان نور جریمه یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. وکیل مدافع نیازوف به رادیوی آزادی گفته است که قضیه به زنازنی ماه سپتامبر امسال وابسته است. در آن حادثه یک عضو پیشین اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان بهزاد محمدی گویا آسیب دیده است. بهزاد محمدی ادعا کرده است که روز 9 سپتامبر سال جاری در نزد طربخانه مهر پنجکند سینا نیازوف و 3 همراهش او را زدند و به لباسش پیشاب کردند. نرگس عزیز قلوبه وکیل مدافع سینا نیازوف مدیر تلویزیون مستقلی آریان نور گفته که زیر حمایه‌اش به استثنای یک مورد این اتهام را رد کرده است. تنها هنگام رقصیدن در داخل طربخانه بهزاد را تله داده است و خلاص. گفته می شود بهزاد محمدی بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرده است. بهزاد محمدی 26 ساله و عضو پیشین گروه اوانگارد یک سازمان وابسته به وزارت کارهای داخلی می باشد. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله‌های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شهرت دارند. دارایی‌های کیرات ستیبالدیچ یعنی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان به نفع دولت مصادره شدند. طور گزارش کمیته اموال دولتی و خصوصی گردانی قزاقستان را رسانه‌های این کشور نشر کردند 3,084,893 سهمیه‌های عادی قزاق تلکام دولتی شده است. دادگاه ناحیه بایکانور شهر آستانه قزاقستان کیرات ستیبالدی را عیبدار اعلام نموده به 6 سال زندان محکوم کرد. برادرزاده نظربایف در از خودکنی 12 میلیارد و 700 میلیون تنگه قزاق تلکام و 28 میلیارد و 600 میلیون تنگه مرکز خدمات نقلیات قزاقستان عیبدار میشد. خود او پیشتر در دادگاه غارت مبلغ‌های شرکت‌ها را اعتراف کرده بود. خدمات مبارزه ضد فساد قزاقستان 13 مارس امسال کیرات ستیبالدی را که به گفته مقامات می‌خواست کشور را به قصد دبی ترک کند دستگیر کرد.
پایگاه فوربس کازاخستان دارایی ستیبالدی را 163 میلیون دلار ارزیابی و او را بر روی خط با نفوذترین صاحبکاران قزاقستان وارد کرده بود. در روسیه نخستین پرونده جنایی در مورد ترک خودسرانه باشگاه سفربری به جنگ علیه اوکراین باز شده است. با گزارش خبرگزاری لنتا.رو سخن درباره یک ساکن یاقوتستان می رود که از باشگاه سفربری نظامیان فرار کرده است. طبق قرار کمانداتوری نظامی اولان اوده، این مرد در دایره بسیجسازی نظامیان دعوت شده روز 23 سپتامبر در یکی از قسم‌های نظامی بوریاتیا نامنوشت شده است، اما پس از یک هفته او خودسرانه آنجا را ترک کرده است. مردی بسیج شده به فرمانده گفته است که نمیخواهد به جنگ علیه اوکراین رود و سپس توسط سوراخ سیم دیوار برآمده رفته است. عین زمان به این مرد طبق قانونگذاری کیفری روسیه حکم تا 7 سال زندان تهدید میکند. دادگاه ناحیه اکتبر شهر سنت پتربورگ یک وکیل محلی را که در قانونگردانی قید بدوباش مهاجران گمانبر میشد برای 1 ماه به بازداشتگاه فرستاد، اما بر ضد او تا حال عیب اعلان نشده است. در این باره خبرگزاری مایکا 78 اطلاع داده است. گمانبر در قانونگردانی قید بدوباش مهاجران متهم می شود و تلاش کرده است که از تفتیشات پیشکی پنهان شود، اما بازداشت شده است. وکیل شهری پتربورگ را هنگام فرارش در ولایت ریازان بازداشت کردند. این عیبدار شونده درباره نقشه‌های عملیاتی اپراتیوی معلومات گرفته کوشش می‌کرده است که آن را به شریکانش رساند. با اطلاع دفتر مطبوعاتی مشترک دادگاه‌های سنت پتربورگ، متهم به ثبت غیرقانونی بیش از 100,000 مهاجران گمانبر دانسته می‌شود. تفتیشات بر این نظر است که سازمان جنایی از 6 نفر عبارت میباشد و وکیل یکی از آنهاست. در خبر از وکیل نام برده نشده است.